بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. ای کسانی که ایمان آورده اید کتب علیکم، کتب یعنی فرض، برای شما فرض گردید، کتب علیکم الصیام، روزه، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزه ماه مبارک رمضان برای شما فرض گردید چنانی که بر امتانی پیش از شما فرض گردانیده شده بود. یعنی این عبادتی هست که امتانی گذشته نیز با ما شریک بودند، آنها نیز روزه می داشتند. یکی از حکمت‌هایی که خداوند جل و علا قوم‌های گذشته را در اینجا مثال آورد و ذکر کرد که چنانکه بر قوم‌ها و ملت‌های پیش از